حالا الان دارن اینا رو بیرون میکنن. شما نمیخواین پول پیش خونه اینا رو بدین؟ به روح مادرم خرج بیمارستانتون میشه، خرج درد و دوا میشه، خرج میشه 10 سال بعد 15 سال بعد نوه‌دار میشی میگم بند ناف پیچید دور گردنش، زنده است ولی فلجه. بعد با 40 سال دخترت فلج بزرگ بکنه. پول این مردم بیگناه رو نخورید. من میترسم به قرآن مجید، نه به خاطر من، فقط میترسم خدا بیفته به جان شماها. اگر پروردگار به جان شما بیفته هیچ کس نیست بهش تکیه بکنید. حرف من ابله رو گوش بکنید. عصبانی هستین، غرقید. مردم افغانستان به شما کاری نکردن. اگر من اینو میگم طرفداری نمی کنم، میدونم خدا داره قهر میکنه، من میبینم، من آینده رو دارم میبینم، با خاک یکسان میشیم.